روز پنجشنبه خادمان امنیتی روسیه در یک منزل زیست در خیابان توارشیسکی سنت پتربورگ موادی ترکنده را به ضرر کرده چند نفر را که به قبل منصبداران روس با اکبرجان جلیلوی متهم در بمبگذاری متروی سنت پتربورگ ارتباط داشته‌اند بازداشت نمودند. کمیته تفتیشات روسیه گفت روز پنجشنبه در چارچوب تحقیق بمبگذاری مرگبار 3 اپریل در متروی سنت پتربورگ 8 نفر بازداشت شدند. امروز 6 کس در سنت پتربورگ و 2 کس در مسکو دستگیر شدند که با این عمل تروریستی رابطه داشتند. در مکان زیست این افراد مواد ترکنده شبیه بمب مترو و سلاح و مهمات یافت شده است. رئیس حکومت ناحیه نیوسکی سنت پتربورگ کنستانتین سروف به خبرگزاری ریترز گفت که هنگام بازداشت و به ضرر نمودن مواد ترکنده ساکنان را از بنا بیرون کرده بودند. شاهدان عینی تصدیق می‌کنند که افسران امنیتی چند زاده آسیای مرکزی را با دستان زنجیربند با خود بردند. روزنامه کامسomolskaya pravda عکس‌های بازداشت شده ها را نشر نموده تاکید کرده است که 6 نفر آنها زاده قرقیزستان و 2 کسی باقی مانده زادگان ازبکستان هستند. همگی از 20 تا 40 ساله بوده در سال 2015 به سنت پتربورگ کوچ بستند. و قبل همین روزنامه احتمالاً اکبرجان جلیلوف با بازداشت شده ها رابطه داشته است. مفتشان بر این نظرند که مسئول بمبگذاری در مترو محض اکبرجان جلیلوی 22 ساله است. آنها خاطر نشان کردند در جهاز ترکنده دوم که روز 3 اپریل در ایستگاه دیگری متروی سنت پتربورگ یافت شده بود، آثار ژنتیکی اکبرجان جلیلوف تشخیص شده است.